الله عزوجل میفرماید کسانی که مطفف هستند، یعنی کسانی که مریضی تطفیف دارند، کسانی که در کیل و وزن در حقوق انسانها به اونها خیانت میکنند، هلاکت و تباهی برای اونها. حالا تطفیف چیه؟ این هست که وقتی که ما برای کسی یه چیزی را وزن بکنیم، اون ترازوی دیجیتالی را طوری تنظیم میکنیم که به جای 1000 گرم 900 گرم را 1000 گرم نشان میده. در هر کیلوی 100 گرم به نفع ما میشه، در 10 کیلو 1 کیلو به نفع ما میشه. دلمون خوشه. میگویند که امروز خیلی مردم بالخصوص در این نوع ابزار جدید این کارها را میکنند. بعضی ها مثلا شما میرید ماشینتون را بنزین میزنید، اونجا اون کسی که پمپچی هست طوری تنظیم کرده که شما 20 لیتر میزنید ولی واقعیتا 18 لیتر آمده. دستگاه را طوری تنظیم کرده که اونجا 20 نشون میده. این تطفیف است. یک کسی پارچه را متر میکنه، 10 متر میکنه بهش میده، ولی طوری میکنه که 9 متر بهش میده، 9.5 متر بهش میده. یک کسی زمینی میفروشد، زمین همچنین. یعنی هر جا خیانت میکنه، هر جا خیانت میکنه. و تنها حالا این نیست، شما با توجه به شرایطی که ما داریم امروز گسترده ترش بکنید. یک کسی کارگر هست، یک کارفرما هست، پیمانکار هست، صاحب کار هست. همه اینها وقتی که کوتاهی میکنن، اون یکی در پول دادن، اون یکی در کار کردن، اون یکی در انجام وظیفه، اینا همه وقتی که کوتاهی میکنن جز تطفیف حساب میشن. یکی از عوامل بدبختی بازار ما که به این صورت خراب شده و مغازه‌داران عزیز برای این که ورشکست نکنن میرن دعا میگیرند، دعا پیش دعا نویس ها، اونجا راه را اشتباه رفتن. اینها اینجا را اصلاح بکنند، سعی کنند با هیچ کسی خیانتی نشه. وقتی که جنسی را به عنوان فلان جنس میده، به همون عنوان فلان جنس واقعیت داشته باشه، نه اینکه اسمش یکی باشد و اصلش چیزی دیگه باشد. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که همین دزدی که در چیزهای دیگه هست در نماز هم میشه. بعضی تطفیف در نماز هم گفتند، یعنی اینه که در نماز انسان دزدی بکند، ارکان را درست انجام نده، رکوع سجده خودش را درست انجام نده، تعدیل ارکان را رعایت نکنه. همه اینها هستند. یک کارمندی که با دولت قراردادی بسته، روزانه 6 ساعت میام کار میکنم یا 8 ساعت کار میکنم، حالا 1 ساعت دیر میره 1 ساعت زود میاد. این تطفیفه، این گناه است. یک کارگری که 8 ساعت کار میکنه و این مبلغ را میگیره، به جای 8 ساعت نیم ساعت را میره به بهانه وضو، نیم ساعت را میره به بهانه صبحانه، نیم ساعت را میره به فلان بهانه. اینا تمام کوتاهی هست. لذا همه صورتهای تطفیف هست. الله عزوجل برای این افراد هلاکت میفرماید. ما صبح خواندیم که قوم شعیب هلاک شد به خاطر اینکه علاوه از شرک یکی از عمده‌ترین مریضی هایشان همین خیانت در داد و ستد بود، در بازار بود. و یک چیزی خدمت شما عرض کنم که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه تشریف آوردند، خب دین نیامده بود هنوز. اهل مدینه هم به این مریضی گرفتار بودند. حالا ببینید فرق امت حضرت شعیب را با حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. اینجا این آیات خوانده شد و به اهل مدینه گفته شد که ای مردم مدینه نکنید این کار را. شما اگر این کار را بکنید عذاب خدا بر شما می آید. از اون روز که اهل مدینه ترک کردند، اینا چون واقعا ترک کردند، تطفیف را و خیانت در معاملات را، تا به امروز یکی از بهترین بازارهای دنیا بازار مدینه هست که هنوز این عادت هست، خیانت اونجا صورت نمیگیره.